صبح امروز ساعت 8 سحر بنا به منبع معتمد در ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان فعلا همه برادران رئیس حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری را با همسرانش و حتی خواهران این سیاستمدار را با شوهرانش بازداشت نمودند. کارمندان مقامات نظامی حتی پدر 95 ساله محیدین کبیری را بدون هیچ گونه توضیح سبب با خود بردند. روی خط پوره این گروه هنوز دسترس نیست، اما آنچه تا حال دسترس شده است عبارت است از کبیرов تیلو 95 ساله پدر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، کبیرov سفر 54 ساله برادر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، کبیرova سعیده 60 ساله خواهر بزرگ رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، کبیرova الخانم 70 ساله عمه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که پسرش نرزولویف جمشید هم ماه قبل بازداشت شده بود، کبیرova دیلارام 40 ساله همسر برادر رئیس حزب نهضت اسلام، نرزولویف اسمتالله 74 ساله شوهر خواهر بزرگ رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نرزولویف دادالله 38 ساله جیان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. تا هنوز از مقام بادبشت و حال بازداشت شدگان خبری نیست. به زودی خبری بیشتر از این اقدام مقامات کشور نشر خواهد شد. آنچنان که از تاجیکستان از دهه قسمداره با ما خبر دادن، اطلاع دادن، 4 ساعت پیش تقریبا صبح امروز نیروهای امنیتی و پلیس به دهه ما آمده و تمام اهل اولاد ما را خانواده از جمله پدر بزرگ 95 ساله هم را، خواهر 70 ساله اش را و شوهر خواهرش را کبیرov لال نرزولویف اسمتالله و پسرش نرزولویف دادالله را و اینچنین پدر من کبیرov سفر علی را که 54 سال سن دارد و همچنین کلین خانواده کبیرov دیلارام را که مادر 8 فرزند است و 4-5 تا فرزند همه فرزندانش نابالغ است بازداشت کرده با خودشون بردن. در خانه تنها چند تا کودک مکتب خوان 4-5 ساله ماندند، یک دخترچه صنف 2 است. در خانه راستش همسایه با ما خبر دادن که چون اتفاق افتاده است، خبرها پراکنده است و کسی میدونه که شما ما در بلاکد اینفورماسیونی قرار داریم، کسی جرئت نمیکند که از طریق تلفن یا وایبر یا چیزهای دیگر در تماس شود. فقط اینو با ما گفتن که این افراد از خانواده شما مورد بازداشت قرار گرفتند و آنها را با خودشان نیروهای امنیتی و پلیس بردند و برای چرا بازداشت کردند، برای چی بردند، کجا بردند، هیچ اطلاعی فعلا در دست ما نیست و من خواهش میکنم از خبرنگاران محترم، از تمام افرادی که به تفاوت نیستند پیگیری کنند و اگر اطلاعی پیدا کردند حتما با ما خبر دهند.